باشه من نسیه برسم و اومدم توی این ویدیو بریم که دوتا بهترین پک هایی که خب برای دوتا یکی از بهترین یوتیوبرها، حالا یکیشون حالا بیشتر تو آپارات فعالیت داره ولی اشکال نره، که اول نسخه که آریا بلک نسخه ورژن اولش چیتر داداش اصلا نیازی نیست شما. آها بابا چیت بابا چرا همه چیتر شدن؟ این نمیشه اصلا فرق داره. بچه حالا بهتون بگم این آخه ممکن اصلا آخرین ویدیو من یه دونه اخیر بشه، شاید یه هفته اخیر ولی خب حالا یه ذره کپی رفته، کنسی دیفالت داره، برای انیمیشن داره قشنگ. حالا با اینکه بیشتر پک حالا کپی رفته ولی ما سخت بهش نمیگیریم. واو این یارو چجوری من قرار رو حبوب بودم واسه همش رو حبوب بودم داشت بیام کنم پیپیر قهار افتاد بختر این کابلی که زدم واسه خودم. رامین عشق تیم ما، رامین خوشتیپ ما، همیشه هستی تو فوتبال ندیدن از اینقدر مثل پکایی مثلا نمیخوره که اذیت کننده باشه. این اگه استیو نبود، الکس نبود، چجوری الان استیوه؟ باه عجیبه، همه دارن لف میخورن. چقدر هم چیتر، چرا این هم چیتر اومده؟ خب سسپک دوم به سسپک دوکهی ایرجه، حالا که ایرج برادرمون فعلا روی استریم میشه آپارات کانال یوتیوب داره ولی خب اونقدری چیز نداره واسه یا علیش سری رسید. که من 3 دسته دارم میرم و 3 دستش همه دارن لف میخورن، یا فشار میخورن که اینجوری میشه یا لف میخورن. اینو نمیدونم و بخواستم بگم که آره چون همون نمیتونم پکو نشون بدم مادم که بگم. بچه حالا این پک سورد خیلی کوچیک و قشنگی داره از روش میبینید، بلاکاش هم که حالا چیزش هم که نگاه کنید کراسیدش به قول من یه تا خلاقانه بوده و خب تکسیر کندنش هم که درست میبینید یه شبیه دیفالت ولی دیفالت نیستش. بقیه پک و بیشترش از آقای قوی مثل رستوران کپی رفته، پکی مثل رستوران. حالا ما بریم یه دستم فایربال فایتش ببینیم. TNT شو من تا حالا جایی ندیدم، فایربالش هم اونم تا حالا جایی ندیدم، یعنی خیلی قشنگ هست. یا علی من چرا اصلا اینجوری اومدم نمیشه این دست رو، من چون بچه تازه عوض کردم کنم اصلا بلاک و چیز رو قاطی کردم، جای بلاک اینا رو درست میشه نگران نباشید. چه بلاکش هم که دارید میبینید دیگه از آقای قوی کپی رفته این برادر. و بذار من اینو بدم کجاست همو بگیرم. یس TNT
درسته. وات هش مگه 3 تا نبود؟ بعد 3 تا چشم بود. بعد تغییر کرده 4 تا شده. من که نمیدونم، اطلاعی ندارم. باش. واه نزدیک بودا. جدی میفرمایی؟ یعنی بدل خودفازی رو میخوندم اگه قرار بود اینجوری میرفتم. لحظه گفتم برسم رو بدم. What the heck? از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر خوشتون اومده لایک و ساب فراموش نشه و به من خیلی کمک میکنه اگه کامنت انگلیسی بذارین، چون میدونیم ما ایرانی هستن و یوتیوب سابای ما ایرانی ها رو میپرونه و سابای ما ایرانی ها رو میپرونه. پس ممنون میشم که یه کامنت انگلیسی بذاری تا سابت نپره. ممنون که بچه‌ها هم پیشرفت کردیم به 50 تا رسیدیم، ولی خب دلیل اتفاقی که همون پروندن حساب یوتیوب من الان دوباره 49 تا. ممنون میشم که سابم کنید تا به 100 تا برسیم. خیلی من سپاسگزارم ازتون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. تا این ویدیو دیگه فعلا پیس اوت. آخر بار خواستم بگم که من اندارم، زبونم بند اومد ریدم توی شلوارم. حالا با این آهنگ میگم که من اندارم، حالا با این آهنگ میگم که من اندارم.